در این ویدیو یوتیوب میخوام بگیرم من یک چند نفر هستی نتونستم بگیرم میخوام بریم برج میلاد. بچه‌ها یه ساعته داریم میریم هنوز نرسیدیم برج میلاد. آقا اینجا حالا نسبرهای دیگر رو ادامه بدیم ان شاءالله برسیم دیگه براتون ویدیو رو اونجا بگیرم. چو بالاخره رسیدیم الان باید ورودیشو پیدا کنیم بریم داخل. فقط تا اون آخرش هم میتونه همین اولشو که میتونه اگه لایک های ویدیو و کامنت ها بره بالا میرم اون بالای بالا توقعاتشو بهتون نشون میدم. بچه‌ها الان دیگه انقدر نزدیک شدیم همون سر پایینی اومدیم بالا دیگه کلا یخ زدیم. فیلم بردارم پشت سرم داره میاد خسته شد انقدر دویدیم سرحالی خیلی بود. این هم رسیدیم برج میلاد فقط بریم پایین بریم اون بر. بچه‌ها الان از پایین اومدیم بالا قشنگ روبرو برج میلادیم. الان فقط بریم داخل تا اون بالاش هم که گفتم نمیتونم بریم اگه ولی ویدیو مثلا لایکاش بالا بره 100% میرم بالا. توقعاشو میرم بهتون نشون میدم که ببینین حالا کسایی که اومدن دیدن کسایی که نیومدن هم ببینن. خب بریم حالا من بالا رو بهتون نشون میدم. بچه‌ها ما اومدیم بچه‌ها دیگه ما اومدیم برج میلاد بریم داخلش فقط میتونیم بریم هم طبقه اولش هم برم نشونتون بدم عشقای منی بریم دیگر جلو. بچه‌ها الان بریم داخل برج میلاد. چه این محیط برج میلاد بیا اینجا رو بگیرم. بچه این برم این طرف محیطه. بچه الان آسانسور رو سوار شدیم میرم طبقه دو اول من زدم تا دوم سوم میریم. حالا بزن یه چی از آسانسور اومدیم بالا این پله برقی بچه یه محیط دیگه شه کنم سالن غذاخوری اینا. این سالن غذاخوری اینا فکر کنم. بچه اینجا رو که بهتون نشون دادم اگه لایک ها و کامنت ها بره بالا میریم تا طبقه آخرش. خداحافظ تا ویدیوی بعد.